برادری سوال کردن در داخل ماشین نماز خواندن جایز است یا خیر؟ برادری محترم، اگر داخل ماشین یا موتر نمازهای نفلی بوده باشه اشکالی نداره. نمازهای نفلی را می توانید داخل ماشین یا بالای مرکب بخوانید، اما نمازهای فرضی را باید پایین شوید باز بخوانید و این فرق میکنه. ماشین یا موتر فرق میکنه حکمش به مسئله کشتی و طیاره. در طیاره اگر شخصی سوار می شود و جایی به مسیری می رود که در اونجا تا رسیدنش وقتی نماز ختم میشه و از وقتی که حرکت کرده در این وقت تا به الحال نماز وقتش داخل نشده، پس این شخص چند حالت داره، یعنی چند صورتی میتونه که با او عمل کنه. یکی در نیت بگیرد که ما امی نمازی که فعلا فرا میرسد تا به الحال وقتش نرسیده، امی را همراه نمازی بعدی جمع میکنم، یک جا در اونجا پایین شدم جمع میکنم، نیتی جمع بکند. مثلا قبل از نماز ظهر پیشین سفرشان بوده، نیت میکنه که من نماز پیشین همراه نماز عصر اگر رسیدم یک جا میخوانم. جمع معناش یعنی یک جا میخوانم. پس در این صورت وقتی که به مسیر خود رسید، به مجردی که رسید اونجا نمازی پیشین همراه نماز عصر در وقت نماز عصر یک جا میخواند. این یک صورت. صورتی دیگه اگر وقتی نماز ظهر بوده باشه و ای در سفر است، پرواز میکنه، وقتی نماز ظهر فرا رسیده تا به هر حال سفر نکردن، پس در این صورت نمازی عصر امکان داره که از پیشش فوت شود، چون مسیری که میرسه وقتی نماز عصر میگذرد. پس در این صورت نماز عصر قبلا همراه پیشین یک جا ادا کند، این جمع تقدیم میگن. ایره اشکال نداره، خلاص جایز است برش، این نماز ادا میکنه این قسم. اما اگر نیتی جمع نداشته باشه، پس در طیاره وقتی نماز ظهر یا نماز عصر یا نماز خفتن نمازهای دیگری فرا رسید، در این صورت اگر محل خاصی در طیاره، بعضی طیاره داره جای خاصی برای نماز، جای خرد اگر چه خردم است، اونجا رفته در ابتدا وقتی که نیت میکنه مسیر طیاره را، بعضی طیاره نشان میده که قبله به کدام طرف است، خصوص طیارهای سعودی اینا نشان میدهن. اگر چنین نبوده باشه به خودش تحری میکنه، جهت قبله را به فکر خود تعیین کرده، نیت میکنه، نماز خود در اونجا ادا میکند. اگر چنین جایی در طیاره نبود، باز در امو مقام کرسی خود به محالتی که است، با محالت نماز خود ادا میکند. و همچنان کشتی هم اگرچه کشتی فرق میکنه، کشتی هاییست که مساجد داره، کشتی هاییست که جای فراخ داره، البته در کشتی هم به همین قسم نماز خود ادا میکند. خواهری محترمه در دانشگاه مسکو درس میخواندن، پرسیدن گاهی وقت نماز ظهر برش میسر میشه نماز میخواند و اما وقتی عصر میسر نیست، چون وقتی درس است از پیشش عصر فوت میشه، باز به تأخیر میخوانند. و گاهی هم در بعضی روزهای دیگری نماز ظهر وقتش میسر نیست. خواهر پرسیدن که چه کاری کنن. خواهری محترمه، اولا قبل از جواب سوالتان به یک چیزی دیگری اشاره میکنم شما را. ای که خواندن شما در دانشگاه های کفری در نظام مختلط کاملا حرام، ناروا است. شما در یک دانشگاه، در یک صنف با پسرهای کافر و مسلمان و غیره، ولو که مسلمان هم بوده باشه، خلط یک جا درس میخوانید. اگر دین هم بخوانید نادرست است، در یک جا پسر و بچه با هم نظام مختلط، و این خطرش بزرگتر از خطری آتش است که در خانه وارد شود
در محل وارد شود. دوم خواهر محترمه، شما آنچه ضروری است که ضروریاتی از دینتان را بیاموزید، همین براتان کفایت میکنه. اگر جای میسر است، پزشکی یا انجینری یا علوم اصیلی دیگری را میخوانید بدون نظام اختلاط، بدون خطری آبرو عزتتان، پس در اون صورت اشکالی نداره. اما حجاب شما در خطر، دینتان در خطر، آبرو عزتتان در خطر، نمازتان در خطر، پس شما از این دانشگاه ها چی میخواهید؟ این دنیا دنیای زودگذر است. حتی شما مکلف هم نیستید که در آینده برای فامیل خود، برای شوهر خود، برای اولادهای خود مکلف بوده باشین که رزق و روزی از اونها را تلاش بکنید. شما دختر هستین، در هر خانه‌ای که برین با آبرو، با عزت، بسیار با کرامت در نزد مسلمان زندگی میکنه. نفقه شما بالای پدرتان است، بالای برادرتان است، بالای شوهرتان است، بالای از اینهاست. بالای نفس شما نفقه نیست که شما حتمی برین تلاش کنین، چیز یاد بگیرین، در آینده وظیفه دار شین تا اینکه از این طریق خانه خدا، نفس خدا تمویل کنین. زندگی دنیا زودگذر است. اینقدر زیاد پشت دنیا نگردید که آخرت خدا از دست بدهید. و برای زن مسلمان بهترین جا کنج خانه ایش است. اگر دانشگاه ها، مدرسه ها میسر است بدون نظام اختلاط، حتی در دولت های اسلامی هم بوده باشه، بدون نظام اختلاط برش میسر است درس بخواند و امید است که مجتمع خدا از این طریق فایده برساند. اما اگر نظام مختلط بوده باشه کاملا اجتناب کنه، ولو که کشور اسلامی هم بوده باشد. اما ای که خواهر محترمه وقتی نمازی برات میسر میشه و وقتی دیگری از وقت نماز عصر از پیشت فوت میشه و وقتش نمیتونی ادا کنی، یا اینکه تأخیر میشه، خب البته اگر تأخیر شد اشکالی نداره که برام وقتش میخوانی، اشکال نداره. اما فوت شوه نادرست است. انسان به این قصدن، یعنی همیشه ای کار بکنه که نمازش از وقت پیشش از نزدش میرود، پس به این گناهگار است. بعضی علما حتی کافر هم میگن، یعنی قصدن شخصی نماز از پیشش فوت میشه و وقتش میرود و این نماز نمیخوانه، انسان کافر است میگه. بعضی علما به این قول میکنن. و باز هم براتان من حیث یک برادر مسلمان پیشنهاد میکنم شما عزت خود در اسلام بدانید و در کنج خانه خود بدانید و آنچه از علوم اسلامی به طریقه مناسبی براتان میسر است به همون اکتفا کنید. و اگر علوم عصری که بر آبرو عزتتان، حجابتان، دینتان اینها برمیخورد، چنین علوم و چنین تعلیم به خاطر رضای الله تعالی ترک کنین تا اینکه الله تعالی در مقابل ای ترکتان عوضی خوبتر و بهتر دیگر را براتان نصیب کند. شخصی پرسیدن انسانی که در حکومت کار میکنه و باز با آیین و قانون حکومت قسم یاد میکند، قسم برش داده میشه که باید مخالفت نکنه، آیا این انسان به این قسمی که به آیین حکومت یاد میکند به این کافر میشود یا خیر؟ و همچنان از این آیین و قانون اگر پیروی کند به این هم کافر میشه یا خیر؟ برادری محترم، قسم به غیر الله برابر است که آیین بوده باشه، برابر است که شخص بوده باشه، برابر است که مخلوق دیگری بوده باشه، قسم به او یاد کردن به غیر الله شرک است. و نوع شرک فرق میکنه. اگر و شخصی که به او قسم یاد میکنه یا نظامی که به او قسم یاد میکنه نزدش معظم بوده باشه و زیاد احترامی داشته باشه که از او خوف و ترس و امید داشته باشه، در این صورت شرک اکبر است که مخرج من الملت، از ملت اسلام انسان بیرون میکنه. اما اگر مجرد قسم بوده باشه بدون اعتقاد از که به او
کدام اعتقاد نفع و ضرر و این چیزا را نداشته باشه، در این صورت شرک اصغر است و شرک اصغر هم گناه بزرگ است، از کبائر بزرگتر گناه است، انسان معمولی فکر نکند. اما پیروی از نظام کفری یا از آیین دولت فرق میکند. این نظام دو حالت داره، یکی حالتی که با اسلام در تضاد است یا با اسلام در تضاد نیست. چیزی که با اسلام در تضاد نبوده باشه مانند قوانین ترافیکی و غیره که زیاد قوانینی است، پس در این صورت هیچ گناهگار نمی شود، بلکه ضرور است، واجب است بالایش که به این قوانینی که دولت حکم کرده به خاطر رعایت مصالح همه کسایی که در شهر زندگی میکنه، در دولت زندگی میکنه، به خاطر رعایت مصالح همه باید به این قوانین پابند بوده باشه. اما اگر قوانین مخالف اسلام بوده باشه، در این صورت فرق میکنه کسی که به قانون عمل میکنه، یا جاهل است یا این که مجبور است و یا این که مختار است و قصداً به قانون عمل میکند و این را بهتر میداند. پس شخصی معذور، شخصی جاهل و شخصی مجبور، هر دوی از اینها معذور هستند. اینها نمیدانند، یکی نمیداند، دومش مجبور است، حالت اجباری بالاش است. اما شخصی که میداند، این شخص به این باور است که این نظام از نظام اسلامی بهتر است، به این اگر اعتقاد بوده باشه باز کافر میشه. و یا این که به این اعتقاد است که نظام اسلامی و این نظام قانونی دولت هر دو یک چیز است، برکام عمل کردی، در حالی که تضاد واضح است. در این صورت این انسان هم کافر می شود. پس به مجردی تابعدار شدن یا اینکه پیروی از نظام حکومت انسان کافر نمی شود و باید این تفصیل رعایت بکند. و همچنان قسم به غیر الله، اگر به مجردی یک عرف و عادت و عنعنات بوده باشه به این انسان کافر نمی شود و البته شرکی اصغر هست و خطری بزرگ داره برای انسان.